در دیگر حدیثشان جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که دو زن داره بین زناش عدالت کردن نمیتونه روز قیامت از خاک میخیزه که یک نیمی بدنش فلجه. برای همین معلوم بود است که در قیامت بود است که آدم ها تغییر میفتند. خوک و خر و میمون و مار غیر این روسیا و فلج و مقصد بگوشت اینها میخستیند. حتی در یک حدیث گوهربارشان پیغمبر خدا گفتند هر کسی اشوله خوانی را کسب میکنه، هر کسی که مضامین آلت موسیقی زدن کسب میکنه، هر مرد رقاصه بازی میکنه و رقص میکنه، اشوله خوانی ارتیستی میکنن، اینها روز قیامت میمون میخیزن. حدیث امام مناوی روایت میکنه. برای همین معلوم بود است که قیامت همیشه روز بوده است، باید هر یک تمام فکر کنیم. هشتم چیزی که روز قیامت ترازو را در قیامت وزبین میکرده است المحافظة علی الاذکار دبور کل صلات. از قفای هر نماز ذکرها را کنه و دعا کنه که روز قیامت آباد میکرده. شب در مدینه منوره حضرت نشسته بودند، زید ابن ثابت فریاد کردند، گفتند زید من گفتن یکی از آیه های مبارکه در سوره بقره نازل شد نویس. زید ابن ثابت میگه من قلم گرفتم جوهر گرفتم نوشتن سر کردم که حضرت خان که الله لا اله الا هو الحی القیوم همش میگه گفت به من امروز آیت الکرسی نازل شد. بعد زید ابن ثابت میگه من نوشتم، حضرت میگه سر برداشتن گفتن زید امروز تمامی بت‌ها را میان شکست، امروز تمامی به خداها را میانشان شکست، امروز تمامی نیروهای ابلیسی را میانشان شکست، امروز شیطان و جنها از خاندان مسلمان ها محروم شدند زیرا که قرآن پیشواش نازل شد. گفتم چیه حضرت؟ گفت آیت الکرسی. گفت هر کسی که بعد هر نماز آیت الکرسی را میخوانده، حدیث امام بخاری بوده جناب پیغمبر فرمودند هر کسی بعد نمازی 5 وقتش نمازاش آیت الکرسی را میخوانده است مگر مردن بده که ایره جنت برم مرا جاش جنت بده. آیت الکرسی یگانه نیروی هست که ما را جنتی میکنه. آیت الکرسی آیه مبارکه هست که حکمت خدا های او. ما یگان آیت نداریم که در او 16 بار پیهم نام خدا آمدگی باشه. آیت الکرسی یگانه آیتی هست که 16 بار پیهم نام چی آمده بوده است؟ نام خدا. بعد از او حضرت گفت نویسینه، گفت بت پرستا را میانشان شکست، ابلیس میان شکست، در هر خاندان آیت الکرسی خوانده شود گفت شیطان ها از اوجا دفع میشن، ابلیس ها از اوجا دفع میشن. خواننده او فقط مرگ گفت اگر همین مرگش رسه گفت جاش جنت های. کسی گفت اگر آیت الکرسی خوانه بزرگترین ذکر این آیت الکرسی های، هر کس بعد نمازاش میخونه بعد نمازا حتما آیت الکرسی را خونه. در دیگر حدیث گوهربارشان حضرت ابی ابن کعب فریاد کردند، گفتند ابی ابن کعب آیا از علم اسرار چی میدانی؟ میگه گفتم خدا و رسولش میدونه. گفت ابی ابن کعب چی داری از علم سر الهی؟ میگه آرام ایستادم گفتم خدا و رسول میدونه. 3م بار که پرسید گفتم که آیت الکرسی دارم. میگه دست ما گرفت، دستش گرفت حضرت در قفس سینه ماند. گفت ابی تو میدانی که چی داری؟ تو میدانی که چی داری؟ تو اکنون علم خدا را در قفس سینه داری. هر کسی را که آیت الکرسی در قفس سینه او حفظ شود من کفالت شفاعت اون روز قیامت. خوشا به حال آدمایی که آیت الکرسی میدونن، خوشا به حال آدمایی که آیت الکرسی را وظیفه میکنن. حتی که الهام الهی بوده به قلب پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هر کسی که بعد نمازاش آیت الکرسی را وظیفه کنه خداوند
عزرائیل امر میکرد است که عزرائیل جان او را همی خیل قبض میکرد است که گویا پیستان از دهن کودک گرفتی. همخیل مرگش آسان بود است. هشتم چیزی که فردا قیامت ما را آباد میکنه، فردا ترازوی ثواب و وزبین میکنه، این ذکر بوده است. این چی بوده است؟ این ذکر آیت الکرسی خواندن بوده است. هیچ مال این سنت ها رو فراموش نکنه. عادت نکنه طرفی چپ و راست سلامتی دویده نماز میبره. این هیچ معنی نداره. چی معنی داره؟ همین نماز رو میخونن و با بالای مردم دویده میرن. چی معنی همین خودش؟ ای کجا آمدین؟ از کدام معنی آمد؟ از کدام منطقه آمد؟ هیچ گپ نداره. برای همین شینه آیت الکرسی خونه، ذکر کنه. خیلی نماز منافقی نخونه. طرفی چپ سلام نکرده همه با بالای سر همه برآمده میروه. همینه نماز، همینه عبادت، همینه ذکر خدا. برای همین خدا هیچ محل محتاج خیلی نمازی کجلای ما نیست یا ذکری کجلای ما. اما آدمایی که سنت نخوانده و ذکر نکرده میبراین، بیرون میکنیم، خانه مانده میکنیم، همو جدم نمیکنن اینا. اگه خانه خدا اینقدر جای بزرگ ایجاد نمیکنه، اینا در خانه شما میکنه نمیکنه. اینا در خانه شما ذکر میکنن، خیال میکنن. نه، برای آن که اینا نمازی و انمی ذکر قدی مسخره میکنن. برای همین شش تا این حدیث های گوهربار رسول اکرم این عملا رو اجرا کنه. خواب روز قیامت و شناخت او و ایمان آوردن در روز قیامت یکی از نشانه های ایمانداری است. بزرگان میگن چرا مردم گناه بس نمیکنن؟ چرا مردم از گناه دست نمیکشن؟ چی به ما از گناه دست نمیکشیم؟ چرا ما جنایت میکنیم؟ چرا ما کوشش و پروای گناه نداریم؟ پروا نداریم در گناه. برای کی گفته در قیامت ایمان ندارم؟ اگر در قیامت ایمان می داشتن اینا از گناه احتیاط میکردن. یکی از سبب هایی که ما گناه میکردیم پروا نداریم برای گناه، این سببش این بوده است که ما قیامت در باور نداریم. قیامت هزل و شوخی میفهمیم. چی به فرزندای ما امروز گناه میکنن؟ چرا دخترای ما گناه میکنن؟ چرا زن و مادر و خواهرای ما گناه میکنن؟ برادران ما گناه میکنن؟ سببش در چیه؟ یا خودمان هم گناه میکنیم، قیامت در ساز باور نداریم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب معراج پروردگار فیلم قیامت نشان داد. پیغمبر ما در یک چند فیلم رو خدا نشان داد. پیشکی جهنم دیدن، عذابا رو دیدن، عذابای همون انسان هایی که آینده میروند، میبینن، میچشن، همه رو حضرت دیدن. یک تاش همین بود که گفت دیدم زنی را که یک گربه کلان پشتای همون زن خونسار کرده خورده سیشن. همین قدر زن صدا میبراره، هیچ کس او را خلاص کرده نمیتونه. حدیث امام مسلم است. از جبرائیل پرسیدم که این زن کیه؟ جبرائیل گفت زن که این چی گناه داره که این گربه اینقدر ایره، مقصد این پیشک اینقدر ایره عذاب میتیه؟ گو این زنی بود که همین پیشک در آشخانه ای گشنگی محکم کرد و پرتاف، این پیشک ای گشنگی مرد. همین سبب شد خدا جهنمش برده. ما گمان نکنیم که کارهای مالی ممکنه که پروردگار به خاطر یک به حیاگی ما را جهنم بره. ایره هیچ کس نمیدونه، علم غیبه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من شب معراج دیدم زنی را که یک گربه غمش میداد، اما پیشک خودش در آشخانهش محکم کرده، ای به آبی و نانی همون مرده. خدا به همین سبب میگه همون پیشک بالاش آورده عذاب ده گرفتارش کرد، همون پیشکش میگه خودش در جهنم عذاب داده است. امروز رفتارهای ما فرد دامن مونو میگیره بد باشه. لیلتن اسری بی، شب من تماشا بردن گو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. رفتم و تماشا کردم تنورهای کلان در داخل او لخچه های سرخ، آدم ها را مندازند صداشان مثل صدای خرهای این دنیا. ایگو حضرت همین خیلی صداهای دهشتناک. بعد از او کم ترک پیش رفتم، مردم هایی را دیدم که در حوض خون پرتافتگی هستند. وقتی که اونها ساحل می برآمدن، نو از همون ساحل بحر خون بیرون برآمده خلاص شدن که
دو مرد سیاه پوست می بیاین همین خیلی می قپن در دهناشان گو سنگای علاوی را میندازن سخت ضرب بکنن به همون سنگ و سراشان در درون خونه با گشت همو بحر گو به پوش می پرتاینشان. حدیث امام بخاری روایت میکنن. گو بعد از او کم ترک با پیشتر رفتم مردمایی را دیدم که با انبور دنداناشان میشکنن علخچه هاشان میشکنن و رفتم مردمایی را دیدم که ما رو کشدم از دهن و بینیاشان میدرویند. و بعدا پیشتر رفتم یک باغچه کلان دیدم یک موی سفید شیشتگی است اطراف او از کودک همون باغ می جوشن همخه در راحتن. بعد از جبرائیل پرسیدم که صحنه را برای من نقل کن چیه؟ جبرائیل گو تنور دیدی که آدم ها را زنده زنده می سوزانن؟ گو بله دیدم. گو اونها زناکارای امتن. بعد از او پیشتر رفتم گو حوض خونه دیدی؟ گفتم بله دیدم. گو اینا پرسینخورای امتن. بعد از او گو پیشتر رفتم که علخچه ها را میشکنن. گو اینا کیا هستن؟ گو اینا دروغگوهای امتن. کمتر پیشتر رفتم که دیدم که از دهن و بینی و از سوراخی های پیش عقیب میگه ما رو کجنو میدرو. اینا کیا هستن؟ گو اینها زنای به حیا هم. اینها زنایی که نافرمانی شوهر کردن. اینها زنایی هستن که دنیا در بسیار سر جنایت بودن. بعد از اون میگه پیشتر رفتم دیدم که اون موی سفید کی بود؟ خدی کودکا. گو کودکای امتی تو بود که حالی به بلاغت رسیدگی نبودن از دنیا گذشتن. وی موی سفید ابراهیم بابا تای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رئیس کودکای امت رسول اکرم بوده. هر کودک از این دنیا در بلاغت از دنیا میگذره او پیش حضرت ابراهیم رفته. سردارشان ابراهیم خلیل الرحمن بوده است. بعد از او وقتی که حضرت فرامد زمین آمدن اون شب معراج حضرت با گفتن که الکذاب لا امتی دروغگو امتی من نیست. پیغمبر برای امت غمگینی میکنه. پیغمبر برای امت گریه میکنه. برای امت عمرش میگذرانه. با در این حدیث میگه که اینا امتی من نیستن. یکتاش کی بوده است؟ الکذاب لا امتی گو دروغگو امتی من نیستن. علخچه های دروغگو را پگه میشکنن. علخچه هاشون میگه به همه انبورا شکسته سیان چی یک عذابی وزبینه. برای همین یکی از همون نشانه قیامت پیغمبر فیلمش تماشا کردن. فیلم قیامت حضرت دیدن. پیغمبر ما را بزرگیش بین که شب معراج شبی هست که پیغمبر در اکنون فیته و انا همون نمایش فیلمنامه روز قیامت و بعد قیامت نشان میتن رسول الله دا. جنت میدراین دوزخ میدراین این صحنه ها را میبینن. چه به ما امروز از جنایت دست نمیکشیدیم برای که ما باور نداریم به قیامت. کسی قیامت را باور داشته باشه که وای میترسه گناه کردن. این بین که یک زن یک گربه را گشنمان جهنم رفت. این حدیث صحیح بینیم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه هاش روایت میکنن که میگه در عهد پیغمبر اگر یک ایمان نماز قضا میکردیم عیناً همین خیل ایمان داشتیم که همین بیگه از آسمان یگان بلا میبیه و پگه برای هلاک خودمان میگه دقیقه به دقیقه تیاری میدیدیم برای این نماز قضاییش. صحابه یگان بار نماز قضا نکرده. صحابه در غزوه ها بود. صحابه در تجارت بود. صحابه روزی وزبی نگذران. صحابه لباس ندید. صحابه خوراک ساز ندید. پوشاک ساز ندید. لیکن نماز قضا نمیکرد. نماز قضا نمیکرد هیچ محل. برای همین هر یک من فکر کنیم که ما پگه قیامت داریم. قسم به خدا هر یکی ما قیامت داریم. از گور عریان مادرزاد میخیزیم در صحرای قیامت. این حدیث صحیح ہے که هر آدم عریان مادرزاد میخیز از قیامت. برای همین در شب معراج پیغمبر خدا دعا کرده که بدستیم پروردگارا امتی من مسخ نکن. مسخ چی را میگفتیم؟ امتای پیشتر اگر گناه میکردین افتاشان به خر و خوک و میمون مبدل میشده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتگی بدستین که این مارهایی را که شما میبینی عظیم و کلانن
این کژدمایی را که شما میبینه اینقدر زهر سمومی بدبخت دارن، اینا در اول جنها بودن که خدا اینها را به صورت ما رو کژدم کرد، عذابشان آورد به همین افت شدن. امتای پیشتره به صورت میمون و خوک و خر میشدن. شب معراج به خاطر ما پیغمبر دعا کرده بود است که امتی مرا نکم خیل، امتی من همین خیل افشان در دنیا نکن، اینها را شرمسار نکن. اما امام نووی میگه اینها همش موقوف به قیامت میشن. یوم ینفخ فی الصور فتعتون افواجا. همین آیه مبارکه را تفسیر میکنه. به ابی سعید خدری میگه که پیغمبر خدا فرمود که روز قیامت وقتی در سور دمانده میشوند، انسان ها را گروه گروه قیامت میبیارن. گفتن چگونه ای حضرت؟ گفتن در اونجا شما مسخ شده ها را میبینی. در آن روز شما با میبینه که بسیاری آدمایی که در بین ما بوده خدا ما را او طایفه نگردانه و خرن خوگن و میمونه. حضرت گفت که پیش ای امام سجده نکنه که سری شما خر میشه. انا اونجا با میبینی. پای حضرت فرمودن که در پیش بوت کسی سجده میکنه سرش سری خر میشه. آن روز میبینیم. شب حضرت خواب میبینن که بالای منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میمونا برآمدیان. حدیث مناوی روایت میکنه حضرت از خواب میخیزن گریه میکنن و میگن نفهمیدیم تعبیر چه حضرت چیه این میمونا؟ برای چی این خواب شما دیده و گریه میکنه؟ او زمان میرسه که از منبری من مردمانی برآمد میکنن هی میمونگری میکنن. از این منبر گو میمونگری های کلام میخیزه فقط. کسی که از منبری رسول اکرم گپی قرآن و سنت نمیگه، پیروی رسول اکرم هم به جا نمیبیاره، میمون بازی و حقه بازی میکنه، او روز قیامت میمون میخیزه. پیغمبر در خوابش دیده. ابن حجر هم میبیاره که پیغمبر خواب میبینه که یک سگ سیاه میگذشه در خوابش از پاش میخیزه، میگه در بین شما مردمی هست که نسل او در خاندان من هجوم میکنه. بعد 40 سال یزید فرزندای پیغمبر در شمشیر کشید. معلوم است که سگ فرزندی پلید بوده در خواب وقتی آدم در هجوم میکنه، دشمنی پلید بوده. و بین شما در مردمایی هست که روز خاندان من در هجوم میکنن، کسی اولاد پیغمبر در هجوم میکنن، نسل رسول در هجوم میکنه، او سگای. برای همین عزیزا این خیلی گمان نکنیم که قیامت ده بسیاری ما به همین صورت هاییم. دعا کنیم که به همین صورت ها خیزیم، دعا کنیم که به همین خیزیم. خدای نکرده آن روز افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. نبین آن چیزی که در تمام وجود شما بود آن روز میگه حصل میزنه رو میبروید. ما نمیدونیم چی قدر حالی به کدام صورت ها، به کدام افتا، به کدام نمودا میخیزیم. برای همین شیخ عبدالقادر جیلانی را حضرت سعدی میبیاره که پرده های کعبه را میقبید گریه میکرد که خدایا روز قیامت شیخ جیلانی را کور ای خاک خیزان. میدن چوه شیخ دعا را میکنی؟ میگو آن روز چهره خمان نبینم که چه خیلیم. برای همین قرآن حکایت های فراوان داره. وسیعت وجوههم یعنی آن روز قیامت روزی هست که روی های میخیزن که سیاهن. اسودت وجوههم، اونها میخیزن که رواشان سیاه شده گیه. یعنی معلوم بوده که قیامت روزی بوده که روها تغییر میافته، افتا تغییر میافته. پیغمبر این فیلم شب معراج دیدن. پروردگار ما را روی ها مانه واقعا روی مسلمان گردان. آن روز ماها را از خاک میخیزانی، ماها را جوان مرد و سالم گردان و مسلمان گردان. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر کسی که یک روزه خوراک در خانهش داره و با همون در قناعت نکرده گدایی میبره، روز قیامت از خاک میخیزه که یگان گوش نداره بدنش، همه گوشتاش ریخته اسکلت میخیزه خواب از خاک. چیوه که همین روزه خوراک داره و شکر نمیکنه با گدایی میبره. روز جمعه چیده میبینیم همیشه ما
سوال میتیم چیده ما میبینیم نماز جمعه مسجد ما نماز جمعه میبیویم بسیار این دست به گریبان قسم بخدا در کوچه بسیار این جنجال میکنه گوش نمیکنه به نهایت اخلاقای به تربیت های پس دارن بسیار اینا 5 وقت نماز نمیخونن باور کنه همین روز جمعه جمعه خانی میبیاین اینا همینجا بسیارش خوراکخوری چایخوری چخچخکنی میبیاین امر معروف و موعظه و خطبه میرون اینا حالی هم چای خوردستین خیلی کرده همینا جنت میرن خیلی کرده پگه ترازی همینا وزبی نه آخه اگر اینجا حکمت خدا باشه اگر اینجا کاری خدا باشه باید همین یک کلمه خدا گوزن همه در صف راست همه را یک کلمه باید جمع کنه لا اله الا الله محمد رسول الله همه میگن لیکن نمیشوه اخلاق بدای رفتار بدای تربیت بدای مادر بدای پدر بدای اولاد بدای ایرث بدای نمیشوه باور کنه نمیشوه 50 کس نه 100 نفری دیگه هم باشه اداره کردن قینده نمیشوه سری هر یک آدم ده اگر یک آدم رو با نمیشوه برادرها با این شوخی نیست اخلاق این فردا ترازو رو وزبین میکنه این فردا ما را جنتی میکنه این کار هیچ کس در این دنیا از کسی قرضدار نیست که بیای ما را راست کنه و خدمت کنه اینجا به خاطر الله و دین خدا میبینیم دیگه حکمت خدا را باید حرمت کنیم آخی ملکه ساسانی بعد در زمان حضرت عمر وقتی ایسر قدرت میروه و میگن کجا میری ملکه میگه یا مرد بیاری رهبرتان مانه فارسا من شما رو اداره کرده نمیتونم دیگه یا مرد بیاره که شاید مرد شما را تانه میگه تو کجا میری نوته بیابانی خرمازار میرم چیده میری اوجا من پایتخت دولت مسلمانو میرم و تو زردشتی کو چیده میری اوجا من یک بار روم همون خلیفه رسول الله را تماشا کنم چه خیلی آدم هایمو من یک بار روم همون اونا خلیفهش میگن امیرش میگن که نامش عمر های در تنش یک جلک داره جلکاش همش آفتاب سوخته شده گرد من یک بار روی زیارت کنم چی بخی وای ای پشت او بیابان ها گب میزنه در زمین فارس وای اطاعت میکنه وای چه خیلی آدم باشه وای اوجا نامه می نویسه اینا همشون قطار میستن با فرمانی او را میخونن وای او ملک گب میزنه در زمین تیسفونی ایران لشکر اسلام راست میسته فرمانی وای گوش میکنن من روم همون خلیفه را زیارت کنم چی با وای دیگرشون گوش میکنن من همین میگم شما گوش نمیکنی من یک بارم امو را بینم که ای پشت این بیابان و کوه ها او فرمان می نویسن تمام قمانداناش راست میستن که خلیفه امر کرده در همینجا بفاره شدیم ای تلفون نتونه کشه ای مردم تلفون تکش ای مردم تلفون نتونه کشه مونده شدیم بعد اگر بنده خدایی اهل کلمه لا اله الا الله تاکنون باید حکمت خدا را جاری کنی حکمت خدا باید هیچ کس غم نتیه بنده خدا باید هیچ کس غم نتیه بنده خدا را باید اداره کنیش آسان باشه باید هیچ کس نگوان صفتگی راست است بنده خدا باید گوش کنه این خودش پروردگار ما را برای راست هدایت کن ما را توفیق ده ما را عزت ده ما را آبرو ده ما را مقام ده عاقبت کاری ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت گردان خدای جمعیت ما را مشکلات آسان گردان تجارت زراعت کسب و کارشان را برکت ده روی کمبغلی را نبینن روی فقر را نبینن روی تنگ دستی را نبینن عاقبت کارشان را به خیر ایمانشان را به سلامت گردان آمین یا رب العالمین